از شما معذرت میخواهیم که نقص فنی زد و امروز پنجشنبه 31 اکتبر است. ساعت به وقت شهر پراگ 10:04 حالا فرصتی اعلان سرخطی موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید که بار دیگر به سهم شما میرسانم. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رس و یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. مرکزهای برق و گرمیدهی در شهر دوشنبه به کار درآورده شدند و گرمی به خانه‌های ساکنان پایتخت انتقال یافت. دفتر مطبوعات شرکت برق تاجیک گفته است عین زمان مرکز برق و گرمیدهی رقم 1 و 2 شهر به کار شروع کردند و در روزهای نزدیک دو خانه شرقی و غربی نیز به کار شروع می‌کنند. عین زمان به گفته شرکت 350 انشاءات و بناهای استقامتی گرمی میگیرند و در مجموع در سراسر پایتخت در موسم زمستان امسال 2180 انشاءات باید با گرمی تامین شوند. فعال شدن مرکزهای برق و گرمیدهی شهر دوشنبه در حال است که یک هفته این جانب از مناطق کشور ساکنان شکایت دارند که انتقال نیروی برق به خانه‌هایشان پیوسته قطع می شود و محدودیت جاری شده است. هرچند مقامات میگویند علت قطع انتقال نیروی برق تعمیر در خطهای برق است. بیننده ارجمند، در برنامه امروز گزارش خواهیم داشت. در این باره همکاران ما از مسئولان شرکت برق تاجیک میپرسند که آیا با فعال شدن این مرکزها در پایتخت لیمیت برق در منطقه ها خاتمه مییابد و یا نه. یک کارمند پلیس شهر مسکو که در پرونده سمرالدین رجبوف یک زاده تاجیکستان جبر دیده ذکر شده بود از دعوای خود دست کشیده است. ویتالی مکسیدوف کارمند پلیس شهر مسکو گفته است از سمرالدین رجبوف رنج ندیده است و از مقامات تفتیشات خواست اسم او را از روی خط جبر دیدگان بیرون کنند. مقامات روسیه سمرالدین رجبوف را در تهدید به زورآوری نسبت به نماینده حکومت عیبدار میکنند. با گفته تفتیشات سمرالدین رجبوف در تظاهرات روز 27 ایول در شهر مسکو به سوی کارمندان حفظ حقوق ظرف پلاستیکی آب را هوا داده است و یکی از آنها گویا سخت آسیب دیده است. در آغاز اسم مکسیدوف هم به حیث یکی از کارمندان آسیب دیده نامبر میشد، اما او اکنون ابراز داشت که به او آسیب نرسیده است. وکیلان دفاعی رجبوف که عین حال در بازداشتگاه ماتروسکای تیشینه در شهر مسکو نگهداری می شود امیدوارند که با کم شدن یک نفر از جبر دیدگان پرونده او سبکتر شده شانسش برای رهایی از زندان بیشتر می شود. در نتیجه آتش گرفتن یک قطار در پاکستان کمش 65 نفر کشته شدند. سبب آتش گرفتن قطار به گفته پلیس استفاده آتشدان گازی برای تهیه خوراک در داخل قطار بوده است. بعضی از مسافران غیر قانونی این کار را در داخل قطار انجام دادند. رئیس اداره تندرستی ولایت پنجاب گفت که 40 نفر در نتیجه فلاکت مجروح شدند و آنها را به شفاخانه محلی بردند. حادثه در نزدیکی شهرک رحیمیارخان در جنوب ولایت پنجاب صورت گرفته است. و گفته مقامات پاکستان تهیه غیر قانونی خوراک در داخل قطار یک مشکل جدی در پاکستان باقی میماند. قطارهای مسافرکش هم کهنه شدند و سالهاست تعمیر طلبند. سال 2005 در نتیجه برخورد 3 قطار در یک ایستگاه در ولایت سیند 130 نفر هلاک شده بودند. 3% کرسی های پارلمان به زنان. در قرقیزستان تغییرات در قانون اجرا درآمد که موافق آن 3% کرسی های مجلس های محلی و هم پارلمان جمهوری به زنان داده می شود. اما کارشناسان میگویند برخورد جامعه به زنان همانا سنتی باقی میماند در این کشور و به آنها وظیفه بیشتری از خوراکپزی در کنار آتشدان دادنی نیست. تشکیلات های حامی حقوق های جنسی در کل قلمرو این کشور دوره های آموزشی ویژه را تشکیل کردند که از میان شرکتداران آن زنان فعال و نامزدهای احتمالی به وکیل پارلمان احتمال پیدا شوند. تا کجا این کوشش های سازمان های حامی حقوق جنسی در قرقیزستان می تواند مناسبت جامعه را به زنان تغییر دهد؟ در برنامه اخبار این موضوع را بررسی خواهیم کرد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراه کنید.